فاتح ورارود یا اینکه آسیاییانه کی است؟ اسلام را به سرزمین سوخت و باختر کی آورد؟ ورارود کی و به دست کی و دقیقا سال چند فتح شده است؟ هدف از نوار بازگو کردن واقعیت تاریخ است، نه پس زدن یگان دین یا یگان قوم یا یگان گروهی دیگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر پیامبر آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم. در قسم اول درباره حیات سیاسی و اجتماعی مردم ورارود صحبت کرده بودیم. اصلا هر قوم تمدنی به خود مناسبه دارد و قوم هم دعوا کرده نمیتواند که تنها ما تمدن سازیم، گویا دیگران هیچ باشند. به گفت جامعه شناسان مشهور، تمدن مثل آفتاب است که اطراف زمین دور میزند، اقلیم را نور پاشی میکند، سپس به اقلیم دیگر رخت میبندد. جامعه شناسان علاوه کرده میگن که تمدن هیچگاه نمیمیرد، بلکه از شهر به شهر هجرت میکند، جای زیست و لباس خود را عوض میکند، لکن همیشه زنده میماند. میشود مرگ تمدن را به مرگ فرد از افراد تشبیه داد، یعنی جای را برای دیگری خالی میکند. تمدن نه تنها جنبه مادی دارد، بلکه جنبه روحی و معنوی اساسی آن است. وقتی که ما اجتماعیات فلان زمان یا مکان را بحث علمی کنیم، این معنی آن را ندارد که مردم مثلا از جهت علمی نیز در تنزل باشند یا از دیگر جهت ها نیز در تنزل باشند. برای مثال، یک عالم ژاپنی شاید به صنعت بلند ربات میسازد، لکن جهت معنویش را نظر کنیم میبینیم که سنگ یا چوب را میپرستد. یا یک عالم هندوی خیلی در برنامه سازی و کامپیوتر پیشرفته است و شاید ذکاوت عالی هم دارد، لکن از طرف دیگر از جهت دینی یا عقیده‌ای ببینیم گاوپرستی میکند. یا شاید که یک اختراعکار ماهر در غرب باشد که در برابر خدمتی برای بشریت کردنش همجنسگرا باشد. بنابراین از شنونده ها خواهش میکنیم که دقت دهند تا به نافهمی راه ندهند، از حساب جنبه دیگر را حکم نکنند. استاد بزرگوار محمد جان شکوری فرمودند که بی‌معنویتی بلایی است که قوه جسمانی نیروهای غیر انسانی وحشیانت را به جنبش می‌آورد، انسان را به تندی و تیزی، به جنگ و جوش و خرابکاری وادار می‌سازد. معنویت قوه بنیادکار است، نیروهای انسانی آدمیزاد را به بنیادکاری سفربر نموده شخص را به پایه‌های بلندی انسانی می‌رساند. با این عمل مردم را به هم متحد می‌سازد، خلقها را به هم نزدیک می‌آورد. این است که معنویت نشانه اساسی آدمیت، عمده‌ترین عامل انسانساز است. از این رو تاریخ هم ماهیتاً روند متصل معنوی و فرهنگی است. خلاصه گذشتگان از جهت پیشرفته بودند و از جهت قفا مانده بودند. برای همین ما در اطراف دین مردم بحث کردیم تا ببینیم که تا چه درجه در بنبست فکری قرار داشتند. در برابر این بنبست پیشروی‌های علمی نیز داشتند شاید و آداب خوب هم داشتند، مردم آداب خوب هم دارا بودند. مثلا یخچال‌ها را مردم فارس اختراع کرده است. در زمانهای قدیم به نوعی یخدان خشتی که جهت تولید و نگهداری یخ از آن استفاده می‌شد یخچال می‌گفتند. این نوع سازه خشتی از یک استخر، یک مخزن به صورت گنبدی شکل و یک دیوار بلند و حصار تشکیل می‌شد. دیواری که برای این نوع یخچال قدیمی ساخته میشد دارای ارتفاع زیادی بود و می توانست در طول روز بر روی استخر آن سایه بیاندازد و از تابش مستقیم نور خورشید به آن جلوگیری نماید. این مدل یخچال به دوران ساسانیان برمیگردد. یا کانال‌های آبیاری که در جنوب و غرب ایران وجود دارد یک معجزه در صحراست و توی یک کتیبه ثبت میکنه. با توجه به اون کتیبه ما امروز میتونیم بگیم که قنات‌ها در ایران بیش از 3000 سال قدمت دارن، ولی دقیقاً از کی شروع شده، کجا شروع شده، اولین ها کی بودن، متاسفانه مدرکی در دست نیست. چند کیلومتره قنات زار؟ با احتساب هر سه شاخه با هم حدوداً 71 کیلومتر. یا خود نظام برید پشت که بار اول کوروش کبیر بر راه انداخته است و آن در 3 قطعه فعالیت داشت. یا مفهوم حقوق بشر که آن را نیز کوروش کبیر قبول کرده است. و یا مردمی ورارود که با دلیری و شجاعت مشهور بودند و به هنرمندی و به تجارت نیز مشهور بودند. اسلام دین عالمی است که بشریت را به خوشبختی دنیا و آخرت میرساند. بنابراین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم
به طور ویژه و مسلمانان به طور عام تلاش ورزیدند تا این نیکی را به بشریت تبلیغ نمایند. گاه شاهان ظالم مانعی رسانیدن این رساله به مردم بشدند و نمیگذاشتند که دین الهی که برابری را به همه کفالت میداد و نظام طبقه بندی را از پا میافتاند به سمع مردم رسانیده شود. از گفته‌های بالا معلوم می‌شود که هدف از فتح این گشادن راه دعوت و برطرف کردن مانعه‌هایی است که ظالمان ایجاد کرده‌اند. اصل مونوتئیسم است، یعنی پدرمان آدم علیه السلام همچون جانشین خدا در روی زمین بودند و شرک و کفر این یک مهمان ناخوانده هست در سفره بشریت. باید سرزمین‌های بابای آدم از آنها آزاد شود. وقت خسرو ایران عرف دیپلماتی را زیر پا کرد و نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم را دراند و جرأت کرد گماشته خود در یمن را دستور دهد تا رسول اکرم را دستگیر کرده به تیسفون پایتخت ایران فرستد. این خود اعلان جنگ با دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. مسلمان ها مجبور بودند برای دفاع از حاکمیت ملی خود این حاکمان قلدر را ادب آموزانند و با همین راه دعوت گشاده شود تا توده های محروم از دین خدا و پیامبر آخر زمان با خبر شوند. با همین اولین نبرد به نام زنجیر بین فارس و مسلمین سال 12 هجری در سرزمین عراق واقع شد که نتیجه اش به همه معلوم است. ایران زمین شهر به شهر دهه به دهه سقوط میکرد تا مسلمان ها به دروازه ورارود رسیدند. ورارودی که دولت و دین یگانه نداشت، لکن با وجود این لقمه آسانی نبود. مسلمان ها باید حساب مردم بیباک و فداکاری ورارود و همسایه های نیرومند این مناطق از قبیل چین و ترک را میگرفتند. می توانیم فتح ورارود را به دو مرحله اساسی تقسیم کنیم. یکم از سال 48 هجری تا 86 هجری که برابر با 668 میلادی تا 705 میلادی است که اساساً با گرفتن جزیه اکتفا میشد. مرحله دوم باشد از سال 86 تا 96 که برابر با 705 تا 715 میلادی است که اساساً به نشر اسلام تمام شد. مشهورترین فاتحان ورارود 12 نفر هستند که ما تنها به ذکر یک چند نفری از آنها اکتفا میکنیم. سال 48 هجری برابر با 668 میلادی اولین شده حکم ابن عمرو غفاری که با لقب فاتح چغانیان مشهور است به آسیا میانه قدم ماند. پس از سال 53 هجری برابر با 672 میلادی عبیدالله ابن زیاد به ورارود قدم نهاد. سپس سال 55 یعنی برابر با 675 میلادی سعید ابن عثمان ابن عفان پسر خلیفه سیوم والی خراسان تعیین شد و به سمرقند لشکر کشید. خاتون نام حاکم بخارا با سعید ابن عثمان صلح بست. سعید از خاتون برای اظهار حسن نیت کمک نظامی و لاجستیک برای فتح سمرقند طلبید و برای آنکه از قفا غدر نکند 25 یا 40 نفر گروگان از جمله اشراف خواست. خاتون راضی شد و اشراف سرکش و دسیسه باز را به سعید داد و با همین یک تیر و دو نشان زد. هم سعید را راضی کرد و هم از مخالفان سیاسی خودش خلاص شد. در سمرقند نبرد شدید شد. واقعا این اولین نبرد شدید بین سغدی ها و مسلمین بود. مردم سغد قهرمانانه از وطن خود دفاع میکردند. در روز سیوم جنگ چشم سعید مجروح شد و پسر عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم قثام ابن عباس شهید شد. مرد سعید را به قصر دلالت کرد که در آن اشراف و اعیان بودند. آنها را محاصره کرد. سمرقندی ها ترسیدند که اگر سعید غالب شود اهل قصر را میکشد. به شرط پرداخت 700,000 درهم سمرقندی ها به صلح با سعید راضی شدند. اما متاسفانه سعید عهد شکنی نموده با 25 یا 40 نفر اشرافان به گروگان داده خاتون از آمو گذشته آنها را با خود به مدینه برد و در نخلستانش کارهای وزنین میفرمود. آنها که اشراف زاده بودند و به کارهای وزنین طاقت نداشتند با سرداری پهلوان ویرکن آنچنان که ساتیم رخزاده در قصه دختر سغدی ذکر کرده است در باغ را بستند و سعید را کشتند و این نکته در سرچشمه‌های اسلامی ذکر شده است. سال 80 هجری باشد که برابر با 699 میلادی است. محلب ابن ابی سفره کش خوجند و بازپسگیرنده خوتل رقب دارد با 8000 نفر از آمو گذشت و شهر کش را محاصره کرده
آنجا را فتح نمود. وقتی که او در کش قرار داشت، پسر عمک شاه ختلان آمده کمک خواست. محلب پسرش یزید را با او فرستاد. یزید قلعه شاه ختل را محاصره کرد و ختلانی ها به پرداخت جزیه راضی شدند. سپس یزید به خوجند رفت، آنجا را نیز فتح کرد. سال 85 هجری که برابر با 704 میلادی است، مفضل ابن محلب والی خراسان تعیین شد. بهترین خدمت او این است که موسی ابن عبدالله خازم را که در ماورالنهر 15 سال حکمرانی میکرد و خودش را شاه و تبعش را وزیر میدانست، نه مسلمان ها را بپذیرفت و نه اهالی محلی را شکست داد و راه را برای قتیبه هموار کرد. قتیبه بن مسلم باهلی سال 86 والی خراسان تعیین شد. مرحله فتح در زمان قتیبه: یکم مرحله سال 86 و 87 هجری که برای برپا کردن حکومت در تخارستان بود، زیرا بدون استقرار سیاسی در آن سوی آمو فتح ورارود امکان نداشت. مرحله دوم سالهای 87 و 90 است که فتح بخارا و نواحی آن است. مرحله سوم باشد سال 91 و 93 فتح حوض آمو و خوارزم و سمرقند است و سالهای 94 و 96 فتح چاج و اسروشنه و فرغانه بود. ویژگی فتوحات قتیبه در آن بود که مثل پیشینیان به جزیه اکتفا نکرده، غایه خود را نشر اسلام قرار داد. طراح فتح ورارود کی بود؟ طراح فتح ورارود این ولید ابن عبدالملک ابن مروان است. سال 86 برابر با 705 میلادی حجاج مفضل را عزل کرده، به جایش قتیبه بن مسلم را تعیین کرد. قتیبه به طالقان در افغانستان امروزه رفته لشکر را آماده کرد و مردم طالقان با او از دریا گذشته وارد ملک چغانیان شدند و شاه آن قتیبه را با زر و زیور و گل و گلدسته پیشواز گرفت. سپس قتیبه به مرو بازگشت، لکن روش عجیبی را پیش گرفت. خودش با دریای جیحون به سوی شمال و غربی بخارا که هدف آیندهش بود توسط شهر آمول حرکت کرد، نه راه ترمیز. برادرش صالح ابن مسلم باشد به سوی شمال و شرق حرکت کرد، به سوی شمال و شرق حرکت کرد، یعنی به سوی فرغانه. با همین کاسان و اوش را فتح کرد. قتیبه با این حرکت یک چند هدف داشت. یکم جمع کردن معلومات درباره مناطقی که آینده میدان نبرد شدنش ممکن بود. دوم کشف راههای نو برای با سرعت حمل و نقل کردن نظامیانش. سوم قسم شرقی منطقه را فتح نموده، قسم غربی آن را محاصره کرد، زیرا خودش در مرو قرار داشت. یعنی هجومی که سال آینده می شود بخارا از شرق و غرب در محاصره میموند و هجوم روانی برای مردم بومی با نمایش قدرت. قتیبه وظیفه نو خود را با این فتح‌ها شروع کرد. قتیبه سیاست جنگی نوی را پیش گرفت. هنگام بهاران نبرد میکرد، زمستان به مرو برمیگشت، زیرا مرو پایگاه نظامی مسلمین در خراسان بود. سال 87 برابر با 706 میلادی فتح پیکند. شهر پیکند در جنوب غربی بخارا در ساحل زرافشان و در راه تجارتی که بخارا را با مرو توسط آمول یعنی که چارجوی امروزه میپیوست واقع بود. پیکندی ها خبر آمدن قتیبه را شنیده از سغدی ها کمک خواستند. جنگ سخت شد. در آخر مردم پیکند صلح طلبید، با آنها صلح کرد. یک چند کیلومتر نرفته پیکندی ها صلح را شکستند. طبق روایت طبری پیکندی ها گوش و بینی نمایندگان قتیبه را بریدند. قتیبه بازگشت و یک ماه محاصره کرد، دیوار قلعه را کافت، افتاند. مردم باز صلح خواستند. قتیبه راضی نشد و به زور وارد شهر شده همه جنگاوران را از دم تیغ گذراند، نه مردم غیر نظامی را آنچنانی که بعض شوونیست ها ترویج میکنند. قصه عبرتناک از نبرد پیکند. بعضی ترویج میکنند که مسلمان ها هدفشون فقط غارت و ثروت بود. آنها را دعوت میکنیم تا این قصه را شنوند. پیرمرد نابینایی را اسیر گرفتند که مردم شهر را علیه مسلمین به شورش دعوت میکرد. پیرمرد برای خلاصی از اسارت به آنها 5000 پارچه حریر چینی پیشکش کرد که قیمت آن میلیون درهم بود. وقتی قتیبه از اطرافیانش مشورت پرسید، گفتند فدای او را بپذیریم، غنیمت بسیارتر شود و دیگر او به مسلمین دیگر ضرر رسانده نمیتواند. لکن قتیبه نپذیرفت و آن مرد را اعدام کرد. بعد فتح پیکند قتیبه استراتژی خود را دیگر کرد. به سبب آنکه سغدی ها
و همپیمانهای ترک و استراوشنیشان عدد زیاد بودند، دو قرار مهمی پیش گرفت. یکم آهسته و احتیاطکارانه حرکت کند، دوم بخارا را از هر طرف محاصره نماید، یعنی اول شهرهایی که بخارا را احاطه کرده است آن را فتح کند تا در آخر بخارا تنها مانده یا تسلیم شود یا اینکه لقمه آسان شود. زمستان سال 88 هجری به مرو برگشت. در راه سغدی ها و همپیمانهای فرغانی و استراوشنی و اویغور به لشکر عظیم طبق تبری 200,000 نفر به عقب لشکر مسلمان هجوم کردند. قریب بود که مسلمان ها مغلوب نشدند. قتیبه آمده رسید، معنویات لشکر بالا رفت، سغدی ها ناکام برگشتند و قتیبه راه را به سوی مرو دوام داد. جنگ حیله هست. قتیبه حیله را پیش گرفت، بین سغدی ها و همپیمانانشان با پهن کردن خبرهای دروغین ناباوری ایجاد کرد. به نزد ترخون سغد عبدالرحمن نبطی را فرستاد. او به ترخون گفت اگر مسلمان ها برگشته روند زمین های تو را چینی و فرغانی و استراوشنی از خود میکنند. بهتر است که با قتیبه صلح کن و به همپیمانانت بهانه پیش آور که گویا کمک کلان برای قتیبه آمده ایستاده است. اگر آن کمک آید توان جنگ با آنها را نداریم. و این تفریق اندازی نتیجه داد. سغدی ها عقب نشینی کردند. آنها را دیده همپیمانهای فرغانی و ترک و اویغور و استراوشنی نیز عقب نشینی کردند. سال 89 برابر با 707 میلادی حجاج بن یوسف دستور فتح بخارا را داد. شاه بخارا وردان خدا نام داشت که کودتای تشکیل کرده تغشاد پسر خاتون را واژگون کرده بود. این کودتا به مسلمانها بهانه شد تا باز به بخارا لشکر کشند، زیرا تغشاد وصل یا خود تابع مسلمانها بود. قتیبه به بخارا لشکر کشید لکن ناکام برگشت. حجاج از این ناراحت شد، از او خریطه منطقه را پرسید. پس از اطلاع گرفتن او را توجیه داده گفت اول کش را که در شرقی نصف است تازه نما، سپس نصف را، بعد به شهر وردان هجوم کن. فتح بخارا. فتح بخارا را میتوان به 3 مرحله تقسیم کرد. یکم عبیدالله ابن زیاد و سعید ابن عثمان که سالهای 53 و 54 که برابر با 675 میلادی است. این در زمان معاویه بن ابی سفیان بود. دوم امیه ابن عبدالله که سال 74 هجری برابر با 693 میلادی در زمان عبدالملک ابن مروان بود. مرحله سوم این قتیبه بن مسلم در زمان ولید ابن عبدالملک بود و این مرحله سوم را مفصلتر بیان خواهیم کرد. معلوم شد که فتح بخارا تقریبا 40 سال دوام کرده است. قتیبه سال 90 هجری برابر با 708 میلادی از مرو که اردوگاه زمستانه مسلمانان بود به سوی بخارا حرکت کرد. وردان خدا این خبر را شنیده از سغدی ها و ترکان و خاقان چین کمک خواست. قتیبه نزدیکی بخارا آمد و نبرد سختی شد. قتیبه اعلان کرد که برای هر کشته 100 تنگه مکافات می‌دهد. سراول لشکریان قبیله از را فرستاد. خیلی بیباکانه جنگیدند لکن بی نتیجه. سپس اسب سواران استراتژی انبر را پیش گرفته هجوم کردند و این نتیجه داد و بخاری ها توسط دریا به بلندی ها گریختند. نبرد سخت پیوست. قتیبه آنها را نتوانست تارمار کند. سپس لشکر مسلمین عقب نشستگان را پیگیری کردند تا حرکت مقاومت خاموش شود. سغدی ها بیباکانه از وطن خود دفاع میکردند. در آن بلندی ها نبرد سخت شد حتی که خاقان و پسرش مجروح شدند. شاه بخارا صلح خواست و قتیبه به شرط وارد شده 2 رکعت نماز خواندن به صلح راضی شد. قتیبه طرحی حیله‌گرانه داشت که همین که دروازه گشاده شود به آنها هجوم کرده شهر را به دست آوردند. بعد آن که در گشاده شد از سواران هجوم کرده با همین بخارا فتح شد. در شهر مسجد ساخته شد. قتیبه یک چند طرح پیاده کرد. یکم ساختن شهری که عرب نشین در بخارا و اسکان قبایل عربی در آن شهر. این عمل قتیبه بخارا را نه تنها به پایگاه مهم نظامی تبدیل داد بلکه زیربنای برای مهمترین مرکز نظامی و فرهنگی اسلامی تبدیل یافتن بخارا شد. دوم مردم را با دلجویی به دین فرا میخواند. نرشخی میگوید که هر کی به نماز جمعه میرفت 2 درهم میداد. مردم طبقات پایین گروه اسلام می آوردند و عدد مسلمین زیاد میشد. این معنای آن را ندارد که اشراف مسلمان نمیشدند بلکه توجهشان به اسلام کمتر بود. این قصه را نرشخی تاجیک می آورد. بینید مردم را با پول به اسلام میخواندند نه با شمشیر، چون که شاوینیستا ترویج میدهند. در حالی که حاکم شهر بود
مقامات انتظامی داشت، مقامات امنیتی داشت، میتوانست مردم را به اسلام مجبور کند. لکن میبینیم که راه دلجویی را پیش گرفته. این قصه را اکادمیک غفوروف نیز ذکر کردند. این چنین اینتگراسیون مردم تهجویی را با مسلمین به واسطه داخل کردن عنصرهای غیر عرب در لشکر به راه انداخت و موفق هم شد. لکن این سیاست مخالفان شدید میان عرب ها پیدا کرد. حتی گفته می شود که یکی از سبب های کشته شدن قتیبه از طرف خود عرب ها هم همین استراتژی او است. و با گرویدن مردم محلی به اسلام برای قتیبه در کنار لشکر عربی لشکر یاری رسان دیگر از جمله مردم تهجویی که در جسارت کم نظیر بودند پیدا شد و اینها برای مستحکم کردن پایه‌های حکومت کمک میکردند. تغشاده حاکم یا اینکه تغشاد حاکم بخارا اگنت دوگانه یا خود دو طرفه بود به اصطلاح. نرشخی قصه جالب رو نقل میکند که نومسلمان هایی که دیگر مردم را به اسلام دعوت میکردند به تغشاد که کفر خود را پنهان می‌داشت معقول نبود. به حاکم عرب در مرو شکایت برد و گفت که آنها مسلمان‌های دروغینند و برای از جزیه گریختن ظاهراً اسلام می‌آورند. حاکم آنها را به تغشاده سپارید و او آنها را سر می‌زد در حالی که آنها همگی کلمه شهادت را نطق می‌کردند. 400 نفر بودند و عجیبش این که از آنها کسی مرتد نشد و از دین نگشت. در همین سال قتیبه به سوی شومان یعنی که منطقه حصار امروزه حرکت کرد، زیرا حاکم آن نماینده قتیبه را رانده بود. شاه حصار این را شنیده ترسید که قتیبه غالب می آید. تمام زر و زیور خود را به چاه انداخت. سپس از قلعه بیرون برآمده تا مردن جنگ کرد و کشته شد. این در حقیقت نمونه کم نظیری وطن دوستی سعودی ها بود. قتیبه شهر را گرفت و جنگاوران را کشت و باقی مانده را به غلامی گرفت. با همین حلقه خود را به پایان میرسانیم و حلقه آینده درباره فتح سمرقند صحبت بکنیم. تا حلقه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.